فضیلت والای مادر. مادر عنصر اساسی خانواده است که ملت را پرورش می دهد. مادر در اسلام به اندازه مقدس است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره‌اش چنین فرموده اند: بهشت زیر پای مادران است. آری، همین گونه است. چرا که مادر دست مقدسی است که ملت را می سرشتد و خانواده را شکل می دهد. خانواده‌ای که نخستین هسته جامعه محسوب می گردد و فرزندان در آن به سعادت و خوشبختی نائل می آیند. اسلام به مادر چنان مقام والایی بخشیده است که کسانی که می خواهند به جای آن به مادر مقام‌های جدیدی ببخشند، مثل آن است که تاج آراسته با زبرجد را از سرش برداری و به جای آن تاج بلورین و ساده را بگذاری. ذاتی که زن و مرد را آفرید، بر طبق قامت و قیمتشان آنان را مجهز کرد و با توجه به استعدادهایشان آنها را بیاراست. زن جسماً ضعیف و نحیف است و از حوادث و اتفاقات بیشتر متأثر می گردد. پس حمل بارهای گران و کارهای طاقت فرسا بالای کسی که خداوند وی را به این گونه لطافت و ظرافت آفرید، ظلم آشکار است. زن از لحاظ بعضی مزیت‌ها و قابلیت‌ها به مراتب از مرد برتر و بالاتر است. زن نماد و قهرمان مرحمت و شفقت است. عاطفه‌ای که زن در قبال طفلش دارد اصلاً با مرد قابل مقایسه نیست. این فداکاری و ویژگی را در عالم حیوانات نیز می‌توان دید. می‌بینیم که مرغ برای اینکه جوجه‌اش را از دهن سگ نجات دهد، در فکر گرفتار شدن خود نیست و جانش را به خطر می‌اندازد. این احساس شفقت و مرحمتی که از جانب خداوند جل جلاله برای مادر داده شده است، در حقیقت سرمایه بزرگی است که هیچ چیز و هیچ مقام نمی‌تواند بدیل آن قرار گیرد.